یادم میاد که بهترین بازی ما گل بازی بود. یعنی مادرم که سرش به گرم بچه‌ها و اینا بود، ما با بچه‌ها بیرون گل بازی می‌کردیم. بعد این گلا خب آهک داشت، اینا خیلی دست خراب می‌کرد. ما تمام دستمون ترک می‌خورد و می‌ترکید، این پوستا درد می‌گرفت. یادم مادر بیچاره‌مون تمام شب دسته ما رو وازلین می‌مالید و با یه مقدار آب لیمو که میسوخت که این ترک‌ها دردش بخوابه. و یادمه که ما زیر چراغ لامپ لوله بلندا بود، زیر اونا روشن میکرد، ما مثلا اونجا میشستیم دور هم. یه دونه چراغ هم بودش که روش خوراک میپختن. و یادمه که من بازیمون گل بازی بود، خیلی لذت میبردیم. هی خونه میساختیم، با قوطی کبریت بلاک میساختیم، آجرها رو میذاشتیم رو هم. بعد یکی از بچه‌ها مثلا خونش سیب زمینی میدزدید، یکی کبریت می آورد، یکی میرفت چیز جمع میکرد تو اونجا، مثلا 2-3 تا سیب زمینی میذاشتیم نزدیک ظهر میپخت. بعد آخر سر یکی میاد با لگد میزد تمام این که ساخته بود خراب میکرد که من خیلی تعجب میکردم، چون مسئول ساخت اونو من بودم. گفتم چرا اینطوری میکنه؟ میگه بذار دم بکشه. بذار دم بکشه، چشاش اینطوری میکرد. اون به اون دوران نگاه میکنم، پدر من درس خونده بود، اول ما رو واکسن میزد که به نظر همسایه سوسول بازی بود، میبرد انستیتو پاستور. و یه چیز دیگه هم خیلی خوب الان برام زنده است، اصلا انگار همون شب بود. مثلا ساعت 11-12 شب دیگه، وقتی تابستون باشه دیر وقت دیگه، من یادم اومدیم تو کوچه آب جوب میامد، بعد ما آب انبارا رو از اون آب پر میکرد پدرمون. یه نوبتی بود دیگه، نوبت خونه ما، نوبت خونه بعدی. بعد پدر من خیلی وسواسی بود، میذاشت این آشغالا بره که نیاد تو آب انبار. یه آدم همسایه صداشون در میاد، آقای معظمی بجوم دیگه، سهم ساعت آب ما تموم داره میشه و فلان. اینا چقدر وسواس به خرج میدی. من اون موقع احساس میکنم بابا من خودخواست. بعد فهمیدم که چقدر پدر من داناست، آشغالا رو میذاره رد شه که آب تمیز به توه آب انبار. و تو اون آب انبار من یادمه که یه موجودات ریزی بودن، ما میگفتیم خاک شیر، مثل خاک شیر بود ولی زنده بود، یه نوع سخت پوسته. این تلمبه میزدیم، آب تنظیف هم میذاشتن جلوش، با اون آب ما مادرم چای درست میکرد، غذا درست میکرد که بعداً وضع مالیمو خوب شده، خودم بهتر شد. آب شاهی بود، با اسب میآوردن سطلای چیز. یعنی من وقتی دارم فکر میکنم انگار یه کره دیگه دارم صحبت میکنم. دختر من باور نمیکنه این چیزا رو، 16 سالشه، باور نمیکنه. میگه بابا من میشه؟ آره بابا همینطوری بود. و همونطور که ذهنم داره میچرخه یادم میاد که سفره داشتیم، خانومی که مثلا خانم سفره‌ای بود و میامد دعا و اینا میخون، اون میگفت پسر مثلا اینجا پسر و مرد نباشه، همه رو بیرون میکردن. خیلی ما دلمون میسوخت، اونجا حلوا میدادن، شیرینی میدادن، ما نبودیم. مادرم ما رو میگه توی حیاط، میگه صداتون هم در صداتون به گوش خانم بخوره قهر میکنه میره. ما تو حیاط بازی میکردیم. من یادم سعید برادر کوچیکم افتاد تو حوضه خیلی گود نبود ولی انقدر گود بود که این بچه غرق بشه. ما هم که خودمون سن و سال نداشتیم، من مدرسه نمیرفتم، یعنی حداقل مثلا من چون 6 سالگی رفتم مدرسه، زیر 6 سالم بود. من یادم این لباس اینو چسبیده و اون دستام میلرزید، هی داد میزنم مامان سعید خفه شد. هر چی داد میزنیم اونا هم مشغول راز و نیاز بودن که عمر بچه‌شون زیاد شه بود، نمیدونم آقا ربط خیر بشن، هیچ کی به واقعیت نگاه نمیکرد. خلاصه انقدر ما جیغ زدیم، داد زدیم با اون صدامون، بچه‌ها دیگه هم سر و صدا کردن. اینا اومدن بگن که خانم روزه‌ای اینا رو بشنوه الان قهر میکنه میره، برای اون اومدن. بعد دیدن که بچه داره خفه میشه، ما هم داشتیم قهر میشدیم دیگه، خسته شده بودیم. خلاصه سعید رو نجات دادن. اینا خیلی برام زنده است. و جالبه که پارسال با دختر کوچیکم و همسرم بردمشون اون منطقه. این 2 تا خونه دقیقاً بودن، خونه‌های دیگه خراب شده بودن و ساخته بودن، این 2 تا خونه بودن. رفتم اجازه گرفتم تمام خونه رو دیدم، عکس برداشتم، خیلی برام جالب بود. و اینکه چجوری این مغز انسان یه دفعه میره 60 خورده سال پیش، 65 سال پیش میره و انگار که دیروز رخ داده و برمیاد. من معظمی هستم، محمود معظمی.
متولد 3 خرداد 1331. البته اون موقع به دنیا اومدم یادم نیست این مال روز تولد من، روز شناسنامه‌مه، ولی اون موقع پشت قرآن می‌نوشتم. پدر بزرگ من این اسم اونم ایشون انتخاب کردن. پشت قرآن مثلا تو فلان روز به دنیا اومد. توی خیابون شکوفه به دنیا اومدم. اون خونه رو رفتم دیدم. البته ساخته بودن، آپارتمان ساخته بودن، دیگه عوض شده بود. تو کوچه تنگ و تاریکی بود. و توی خیابان کرمان اونجا یادمه که عقد شدیم. سراسیاب دولاب بود که پدر بزرگ و مادر بزرگ از روستا کوچ کرده بودن، اومده بودن اونجا. تو مدرسه قریب، اولین مدرسه که رفتم تو تهران بود. مادر بزرگ معلم بود. اولین معلمین من پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریم بودن. و یادمه که پدر بزرگ مادریم تریاک میکشید. بعد از ظهر که میاد بساط تریاک شد، من جور میکردم زغالشو بساط من زیر 6 سال بودم، چون بعد از اون رفتم مدرسه. همه اینا رو مرتب میکردم. شرطم همین بود که بعدش آقا برای من چیز کنه، به من درس یاد بده. اونم به من درس میداد، ریاضیات یاد میداد. مادر بزرگم هم چیز یاد میداد، نوشتن و فارسی اینا یادم میداد. بعد این مدتی پدرم دیگه منع کرد من برم پیش پدر بزرگم. بعدها فهمیدم که من مثلا اون ساعتا که میشد تو خونه خمیازه میکشیدم. بابام گفت بچه‌م داره معتاد میشه. دود تریاک می تو کله دهن بچه، مغز بچه تریاکیش میکنه. ولی خیلی مردمان سنجیده و مهربانی بودن، خیلی مهربان بودن. با اون لهجه آشتیانی به من درس میدادند. و حتی من بزرگترم که شدم تو ریاضیات مثلا نسترن میخوندیم، باز پدر بزرگم به ما کمک میکرد. من اولین مدرسه که رفتم این مدرسه بود در تهران نو امروز. و یادم دختر و پسر با هم بودن. مدرسه دختر پسرانه بود، دخترها توی کلاس، پسرها توی کلاس. اون لباسی هم که مادر بزرگم برام خریده بود از جنرال مود هم چیزی بود توی لاله‌زار، خیلی مثلا خیلی دیگه اند مود بود مثلا. من خیلی اون یادمه، عکسم هم دارم. و یادمه تو کلاس اول که رفتم، من چون مادر بزرگم معلم بود، من 6 سالگی رفتم مدرسه، حتی زودتر. گفتم که نمیشه، گفت بعد نوه من بیاد اینجا بشینه، بعد امتحان میده، اگه قبول شد نوه من نشسته دیگه. من قبول شدم. خوب یادمه که بازرس اومد. وقتی بازرس میاد همه معلم‌ها تکاپو میکردن که خودشون خوب جلوه بدن. بعد به من گفت که بچه‌ها بیاد این پای تخته، مادر بزرگم منو فرستاد. گفت بنویس مثلا نمیدونم آبادان مثلا یه همچین چیزی. من یادم گچی که دستم گرفتم و خطی که می‌نویسم خیلی قشنگ بود، چون اینطوری بهم یاد داده بودن. گفت به 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 پسرم چقدر خطت قشنگه. من که حرف نمی‌زدم، خجول بودم. ولی یادم که خیلی تشویق شدم، مادر بزرگم خیلی ذوق کرد. و یادمه که بعد از ظهرها با مادر بزرگم میرفتیم میدون فوزیه اون زمان که میدان امام حسین امروزه. یه بار اومدیم دیدیم آتش‌بازیه، شب چهارشنبه سوری اون طرفا بود، آتش‌بازی بود. مادر بزرگم همه جمع شدیم داشتیم نگاه می‌کردیم. برای همه یه چیز حیرت انگیزی بود برای ما. ماشینای بنز دماغدار، اونه که تو فیلم آلمانیا می‌بینید بنز دماغدار ما سوار، از اونها ما سوار می‌شدیم. مادر بزرگم آخر آتش‌بازی گفت مادر زودتر بیا بریم. گفتم ما عزیز تموم نشده. گفت بیا بریم الان آتش‌بازی تموم شه دیگه، اینجا شلوغ میشه، نوبت به ما نمیرسه. اینا خوب یادم میاد. و اینکه اونها چه تأثیری در من گذاشتن، و همیشه به خودم اینو میگم که ما باید مهربان باشیم، چون اینا ردش در دل قرون و اعصار میمونه. اصلا یه چیز عجیبیه این، اگر بتونیم مهربان باشیم. من یادمه حتما چیزای مختلف بوده، ولی من یه چیزایی تو مدرسه رنجم میداد. یکی رفتار با بچه‌ها. یکی از بچه‌ها درسش خوب نبود. یادمه تو مدرسه قریب، حالا حدودش هم یادم نیست، میتونم برم اونجا، بالای خیابون کرمان بود. یه بچه درس نمیتونست بخونه، حالا به هر دلیلی. من یادمه که اینو کلا شیپوری سرش گذاشتن، میگن کلا بوقی. اینو گذاشتن سرشو دور حیاط میگردن، هو میکردن. بچه‌ها دیگه هو میکردن.
من اصلا بغضم گرفته بود. آقا چرا اینو هو میکنید؟ با اون مثلا سن مثلا شاید مدرسه اونجا میرفتم، شاید مثلا 8 سالم بود. خیلی ناراحت میشدم. یه بارم این خب ما رو میزدن، تنبیه میگن، یه آقای ارسطو بود ما رو گوش میگیره بلند میکرد، وحشیانه. حالا اون خودش هم آدم بیچاره‌ای بود، نه آدم بد، آدم درمانده‌ای بود. من یادمه که تو صف وایساده بودم، گوش بغل دستم، یعنی این گوش چپش، من دست چپش وایسادم، گوشش ازش توش یه چیز سبزی میومد بیرون، چک کردم گوش بچه. من اینو نگاه میکردم، بعد مثلا لباسا، وضعیت‌ها، این مثلا ناظم و معلم و اینا، همه معلم‌ها اینطور نبودن ولی اکثرشون یه گیروگوری داشتن دیگه، مثلا بچه‌ها رو مسخره کردن، چوب بیاد فلک بکن، دست بزن، همه اینا منو رنج میداد. من یادم اون روز وقتی تو گوش این بچه نگاه کردم، گفتم خدایا من بزرگ میشم معلمی رو به اینا یاد میدم. یعنی این تصویر خیلی زنده است که از اون موقع دارم. خب پدر من رئیس مثلا اعتبارات بانک رهنی اون زمان بود توی شرق تهران، یه اعتباری داشت. اون موقع برای کسی که کارمند بود اینا، اون که بچهش بره کار کنه زیاد خوب نبود، ولی من یه مرضی داشتم برای کار کردن، مثلا کارآفرین بودم. من یادمه که زولبیا بامیه میفروختم، این بامی ها گرد بود، سری یا فالی. مثلا اگر ریسک نمیخواست بکنه، مثلا میگفتم آقا اینقدر میشه، بامیایی که خرد شده میذاشیم که میگیم این فال مثلا 1 قرون دایشه. اما اگر چیز میخواست، سری میخواست، 4 انگشت میگرفت، از 4 انگشت این بامیه رو که گرد مثل فنر بود اینو باید بلند میکرد. هر چقدر بلند میکرد اونجا که میشکست مال اون بود. ممکن بود که کمتر از اون فال بشه، ممکن بود خیلی بیشتر بشه. این یادم ریسک و اونجا مدیریت ریسک رو باید تصمیم میگرفتم اون بچگی. من یادم بعضی برای که بامیه بیشتری بردارن اینو بلند میکردن، یه مرتبه هول میدادن به بیرون، میافتاد تو خاک و خول، ذوق میشد میخوردن. مثلا مسئله نبود، میخوردن. وقتی اونا رو من یادم میاد خیلی ذوق داشتم پول در بیارم. خیلی چیزا فروختم، گلاب شکر یادم مثلا کله قند بود میفروختیم. ولی یکی از چیزایی که خیلی خوب از درآمد یادمه و خیلی احساس غرور کردم، من یکی از چون ذوق فنی هم داشتم، بادبادک درست میکردم. بادبادک من درست میکردم خیلی خوب بود، خیلی خوب هوا میداد، خیلی محکم بود. کاغذای خوبی میگرفتم، گزن یا چیزای خوب میگرفتم، چسب زیریشای خوب میزدم، زنگولای به گوشش و دم بشین که تعادلش حفظ بشه. نمیدونستم ولی تجربه می‌کردم که اینطوری باشه بهتر میره بالا. یادم یه روز ظهر بود، تابستون بود، من این بادبادک درست کردم، دقیقاً یادمه نزدیک ظهر که شده بود من 2 تومن 20 ریال فروش کردم. 2 تومن خیلی پول بود. یادمه که مادرم گفت که محمود پول داری؟ گفتم بله. چقدر میخوام ماما؟ گفتش که برو چند تا نون بگیر، ماست بگیر، یه خودم انگور بگیر. من رفتم، یادم چند تا نون گرفتم، نون 2000 بود. 2010 اینا. بعد ماست گرفتم که شاید 5000 بود. انگور کیلویی 2.10 یا 2.5 ریال یا مثلا 5 ریال بود. من تازه خریدم آوردم خونه دادم، از 2 تومن هم هنوز یه چیز مونده بود. یعنی این خوب یادمه. شما نمیدونی یه بچه‌ای در اون سن و سال مثلا 2 تومن در بیاره. من اینو با رغبت خرج کردم. یعنی یک احساسی مادرم به من داد، انگار که من یه مرد کاملم. من اصلا یادم نمیره اون غرور رو که تونستم به خانواده کمک کنم. و حالا اینو گفتید یاد چیزایی دیگه افتادم. من یادمه که تو خیابون شاه‌آباد نزدیک بهارستان سوار اتوبوس بودیم. پدرم به من گفتش که بابا جان من یه خود دستوالم بسته است، بجنب و درس مساتو بخون. حالا یا رو قصد اینو گفت یا رو درد دل گفت، هرچی گفت این تو زن من، درساتو بخون، یه خود به من کمک کن، پروال منو بگیر. این حس مأموریتی که به من دادن، این اعتمادی که به من کردن اصلا منو دگرگون کرد.
و یادم وقتی رفتم دبیرستان، اینجا یادی کنم از مرحوم دکتر مجتهدی، دبیرستان البرز دبیرستان ویژه‌ای بود. میگن مال بچه پول داره، ولی اصلا اینطور نبود. دکتر مجتهدی خدا بیامرز روحش شاد، انضباط براش مهمترین چیز بود. نمراتت خوب باشه، انضباط هم داشته، ولی انضباط مهمتر نمره بود. من یادمه که پدرم با مادرم صحبت می‌کرد، میگفت خانم 700 تومان پول شهریه این بچه میشه، ما چجوری بدیم؟ من گوشم اونجا بود میشنیدم، شب بود داشتن صحبت می‌کردم. من فردا که رفتم مثلا ثبت نام کنم، رفتم به چیز گفتم که من با آقای دکتر مجتهدی کار دارم. دکتر مجتهدی سراشم آلمانی میزد، گفت چیه پسر جان؟ گفتم که آقای دکتر ایزاس، گفت بگو. گفتم که من پدرم کارمنده، پول نداره 750 تومان به من بده ثبت نام. گفت اسمی چیه؟ گفتم من محمود معظمی هستم. یه دفترچه داشت، کلاس چندمی؟ گفتم مثلا اول یا دوم، مثلا میم دیگه، آخر میم آخرا بود. دفترچه‌اش باز کرد و نگاه کرد و تو دفترچه‌اش هر کسی در دبیرستان اخراج میشد از کلاس، اونجا یه ضرب در می‌خورد. اگر این مثلا اخراج میشد 2 تا یا 3 تا، از دبیرستان بیرونش میکردن، بی‌انضباطی. و اگر مثلا 1-2 تا بود بیرونش نمیکردن، وقتی ثبت نام باید میاد تعهد میداد، پدرش مادر همه با تعهد. دکتر مجتهدی مثل سربازخونه بود، خیلی جدی بود. بعد یادمه که گفت موسوی به چیز معاونش، گفت بله آقا اینا، گفت از این پسر پول نگیر. گفت نه آقا ما میخوام پول بدیم، قسطی بخوایم بدیم. خدا رحمتش کنه، دقیقاً یادمه. گفت او چی مناعت تو بیم داره، آقا هر جور که میخواد ازش بگیر. من یادمه 150 تومان، یعنی 5 ماه پرداخت کنم. وقتی رفتم خونه به پدر مادرم گفتم که من با دکتر مجتهدی صحبت کردم، قرار شد که 5 تا 150 تومان بده. 750 تومان بود فکر کنم. اینقدر اینا خوشحال شدن، چون اونا می‌خواستن بچه‌شون در مدرسه خوبی درس بخونه. من اینم به شما بگم، دبیرستان البرز معلمین خوبی داشت، ولی مهمترین چیزی که بود یک اصولی رو به تو یاد میداد که اولش انضباط و مسئولیت پذیری، بهت عزت نفس میداد. و من حالا این برنامه داره ضبط میشه، من میخوام این پیام به گوش میلیون ها نفر برسه، بدونن که چه کارهایی، چه سرنوشت ها تعیین میکنه. دبیرستان البرز خیلی دبیرستان بزرگی بود، درختای کاج بلندی داشت. ما داشتیم بسکتبال بازی میکردیم، یه بعد از ظهری بود، گرمم بود، فکر کنم بهار بود. بسکتبال بازی، بعد یه دفعه این توپو یکی سوت کرد، لرو لج سوت کرد، رفت بالای درخت کاج گیر کرد. هی ما فکریم چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکی از بچه‌ها قلاب گرفت، از این درخت رفت بالا که اون توپو بیاره. ما هم تو سر اون بالا بود، نگو دکتر مجتهدی خدا بیامرز همونجا رد میشد. اومد نگاه کرد، ما همه سر اون بالا رو نگاه کرد، گفت میمون اونجا چیکار میکنی تو؟ این بچه ترسید، خودشو ول کرد، ته خورد زمین. گفت علاوه بر میمون خرم کسی، چرا خودتو پرت میکنی؟ ما مونده بودیم، آقا بره بالا میگه میمون، به خودشو بندازه میگه مثلا بیشعور احمق. چه کار کنه؟ ببینید میخوام بگم درس عزت نفس این بود. گفت با چایمان درخت بالا نمیره، نه با چایمان به چیز بگید، به مستخدم بگید بره براتون توپو بیاره. یعنی به ما این اقتدار رو میداد که به مستخدم مدرسه بگیم آقا این توپ ما افتاده، برو برده بیار. اصلا تصور نمی‌کنم به کسی فرمان بدیم، مثلا کسی حرف ما رو گوش کنه. اون هم خنده‌دار بود برای ما، هم آموزنده. یعنی ارادت شاگردای دکتر مجتهدی به اون مدرسه و آقای دکتر مجتهدی اینی که عاشق بود و بسیار دیسیپلین داشت. یعنی من الان وقتی نگاه میکنم، من ساخت پرداخته اون مدرسه هم ساخت پرداخته پدر بزرگ مادر بزرگام هستم، چه اون پدر بزرگ مادر بزرگم که از روستا آمده بودن، از آشتیان آمده بودن، مردمان فهمیده با شعور، با هوش بسیار با استعداد، چه پدر بزرگ مادر بزرگم که معلم بودن و مثلا کارمند بودن و از تحصیلات بالاتری برخوردار بودن. من فرزند اول خانواده هستم. 3 تا برادر دارم. متاسفانه خواهر ندارم. و این خیلی من فکر می‌کنم در زندگی من تأثیر منفی داشت، به خصوص در ازدواجم. مادرم هم میگفتش که
منم بین این 4 تا بچه و 4 تا پسر و این مرد، منم شدم مرد. یعنی ما الگوی زن رو نداشتیم به اون با اون که اگه من خواهر داشتم، در همون روابط برادر و خواهری خیلی چیزا رو یه زن یاد میگرفتم که بعدن که میخوام ازدواج کنم میتونستم مثلا چجور رفتار کنم. به همین من خیلی در ازدواج خیلی احساس کردم که خیلی کم بود دارم. به خصوص در زمان ما مثلا تفکر به دختر، تفکر به جنس مخالف، با اون باورهای مذهبی که من اون موقع بالاخره خیلی مذهبی بودم، دسته سینه زنی داشتم و اینا، خیلی مثلا دشوار بود اصلا به این فکر کنی، همش احساس گناه میکردیم. بعدا فهمیدیم که اشتباهه، اصلا خود اصل دین هم چیزی نیست، اینو پذیرفته، ولی ما شاید غلط بزرگ شده بودیم. من یادمه که اول مدرسه غریب بودم، بعد رفتم دبیرستان البرز، اونجا درسامو خوندم. بعد دیپلمم رو سال 49 گرفتم، 1349. و یادم من دایی بزرگم به من شنا یاد داد. اولین شنا که من یاد داد قورباغه بودم روی قالی. اینطوری بکنم. من اینو هم دوست داشتم یاد گرفتم که بعد رفتم تو آب و بعد اینا خیلی دوست. پدر منم ورزشکار بودن، قهرمان کشتی بودن. ما برادرام همینطور، یکی تو فوتبال، یکی تو والیبال، یکی تو کاراته و احمد آقا اینا بس صاحب منصب هم هستن. احمد آقا که اصلا ورزشکار و مربی ورزشی با تجربه هست. من یادمه که گفتم، پدرم میگفتش که درستو بخون، دیپلمتو بگیر، رفتی دانشگاه، اون موقع ورزش رو شروع کن. و من سال اول که رفتم دانشگاه، رفتم تو تیم شنا و به اصطلاح مقام آوردم و دیگه بودم تا آخر. حتی خیلی تسهیلات خوبی هم برای ورزشم میگرفتم، خدا رو شکر. از همون طریق من المپیک مسکو رو شرکت کردم، المپیک دانشجوی مسکو رو شرکت کردم و خیلی هم تجربه خوبی بود. رفتم اونجا یاد گرفتم. من دانشگاه تهران، دانشکده علوم، رشته بیولوژی، اون موقع زیست شناسی بود، من قبول شدم. خاطرم هستش که من اصلا خودم هیچ وقت آدم با استعداد و چیزی نمیدونستم. وقتی دانشگاه قبول شدم، یادمه که داییم رفته بودم دانشگاه، اسم رو دیده بود، اسم منم دیده بود. این خانواده یک استقبالی از من کردن، اینقدر منو تشویق کردن. من تازه عرق سرد خوردم، خدایا من قبول نمیشم چه اتفاقی میافتاد، اینا چقدر منتظر بودن. و یادمه که یعنی من 18 سالم بود توی کنکور شرکت کردم. تو خود همون دانشکده علوم داشتم کنکور میدادم، جلوی بخش شیمی صندلی‌ها نشسته بودیم. من وقتی خیلی فشار استرسم میره بالا، شوخ طبع میشم و با مزگی میکنم. بعد یادمه که دست راستی دست چپی پشت سری جلو سر به سر میخندیدیم، قشقش میخندیدیم. یه دختر خانمی دست چپ منو جلو نشسته بود. یک بلند شد بود، مگه شما دیوونه ای؟ چرا سر صدا میکنین؟ همه ساکت شدن. من نمیدونم این اون موقع چجوری به ذهنم رسید. گفتم ببین خانم، سوالات امتحانو که ترک کردم. خب ما هم که سوادمون نه بالا میره نه پایین میاد، هم که بلدیم میگه. اگه ما روحیمون خوب باشه، دو تا فایده داره. لااقل قبل از اینکه قصاص بشیم یه خود خوش بودیم. اگر هم قبول شدیم که با خوشی قبول شدیم، در ضمن اگه ما خوش باشیم و بخندیم، مغزمون بهتر کار میکنه. شما هم سخت نگیر از استرس بیا پایین که بهتر پاسخ بدی. و یادمه که یه دفعه جو عوض شد. من سوالاتم هم تو زدم و هر چی بلد بودم زدم، اومدم بیرون که رشته بیولوژی قبول شدم دانشگاه تهران. خیلی پکر بودم، فکر کنم چه رشته‌ایه. اما الان به شما میگم شانس آوردم. یعنی اگه پزشکی میرفتم، اگه شیمی میرفتم، اگه مهندس، هر چی میرفتم، اینقدر تو زندگیم اثر نمیذاشت که من مفهوم زندگی رو بفهمم، قوانین زیستی رو بفهمم، ژنتیک رو بفهمم، سلول رو بفهمم. خیلی خوشحالم که پرت شدم تو این رشته. بله خب موقع دانشگاه بچه‌ها مثلا تظاهرات می‌کردن، چپی‌ها خیلی فعال بودن، کمونیست‌ها خیلی فعال بودن، ولی من نمی‌دونم چرا با کمونیست‌ها خوب نبودم. حتی من یادمه که رأی آوردم به عنوان نماینده دانشجو در به اصطلاح سلف سرویس.
یه عده از بچه‌ها که بودن اکثریت اونا چپی بودن. من سریع اصلا هیچ باکی هم نبود، ورزشکار بودم، شناگر بودم، باکی نداشتم. بعد یادمه که من روز اول که وارد شدم یکی از پسرا چیز سرخی چیزی اسمش بود، خدا رحمتش کنه، اعدام شد. این وقتی من نشستم، اول که نشستم عکس مائو یا هوشیمینه یه چیزی که یه ریشی داشت و اینا جلوی من کشید و گفت اینو میشناسی؟ یعنی میخواست به من بگی که اینجا خط و خطوط ما تعریف میکنیم، تو بر هر عقیده‌ای داشته باش. من اون نگاهش کردم، گفتم نقاشی چقدر قشنگه، تو چرا نمی تابلو نقاشی بکشی؟ این کی هست؟ گفت نمیشناسیش؟ گفتم نه ولی نقاشیت خوبه. و من یادم تو جلساتی که میشستیم یکیشون میگفت که آقا ما باید در دختر و پسرها حق ندارن بشینن بغل هم غذا بخورن اینا. یه عده میگفتن که باید موسیقی بتهوون بذاریم. بتهوون میگه بتهوون. گفتم بابا این اومده ناهار بخوره، ما وظیفه‌مون اینجا که کیفیت غذا رو کنترل کنیم، غذای خوب این دانشجوها بخورن، قیمت مناسب بخورن، آشغال نخورن. ما وظیفه دیگه ای نداریم اینجا، ما که نمیتونیم برای دیگران تعیین تکلیف کنیم. خیلی زور می‌زدن ولی من خیلی خونسرد سفتم جلوشون وای می‌سادم و به هر حال خیلی شلوغ پلوغ هم می‌شد اون موقع، خیلی شلوغ پلوغ می‌شد. ولی من اعتقاد زیاد به حتی ما مجله چاپ کردیم، یکی دو سال قبل از انقلاب مجله چاپ کردیم. اون میگه باید اینطوری بنویسیم. میگه آقا مجله که چاپ نشده چه نفوذی داره؟ اصلا ببندنش، ساواک ببنددش. ما چه مجله‌ای داریم؟ بذار 2 شماره 3 شماره بره، 100 نفر بخونن، 200 نفر بخونن، بعد توش یه چیزی هم بگو. اونام دو 100 نفر کو مجلهه، نشریه‌شون کو، ولی ما چیزی نگفتیم که. و من تو اون نشریه هم مطالب چاپ کردم، طنز می‌نوشتم اینا، خیلی گل کرد که بعد از انقلابم که قبل از انقلابم دیگه انقلاب شد و تمام تعطیل شد. اول اینم یادم رفت بگم که من نماینده دانشجوها بودم، نماینده کل بیولوژی بودم و با بچه‌های دیگه هم در تعامل بودم و با نفوذ بودم. یعنی یه عقیده و مرامی داشتم. آره 2 تا چیز میخوام خدمتتون عرض کنم. یه بار یادم امتحان داشتیم فیزیولوژی، فکر کنم گیاهی چیزی بود، آقای خراسانی بود استاد ما و یه آقای دیگه هم بود که صدای بمی داشت، الان اسم شریفشون یادم نمیاد. به من گفتن معظمی الان اعتصاب این هست، ما چیکار کنیم؟ خب گفتم ما اعتصاب میکنیم، خب ما دانشجوییم دیگه، اول باید دانشجو باشیم که در کنار دانشجوی اعتصاب بکنیم. خب درسمون که باید بخونیم که. گفت امتحان کنیم. گفتم آره امتحان رو برگزار کنیم. من نماینده دانشجو بودم. گفتم امتحان رو برگزار کنیم. من سر کلاس نشستم داشتم امتحان جواب میدادم، دیدم که آقای خراسانی و استادمون اومد، قد بلندی داشت، حالا خدا رحمتش کنه، اومد گفت معظمی. گفتم بله. گفت یه لحظه بیا. من باش رفتم، دیدم تمام راهرو اعتصابی‌ها وایسادن و یکی دو تا اون تندرو هم جلو بودن. گفتم بفرمایید. گفت شما داری امتحان میدید؟ گفتم بله. گفت من نمیدونی اعتصابه؟ گفتم چرا اعتصاب میدونی اعتصابه؟ گفت پس چرا اعتصاب شکوندی؟ گفتم ما اعتصاب نشکوندیم که، ما درسمون رو میخونیم، امتحانمون میدیم، در ساعتی که بعد بریم چای بخوریم تنفس کنیم میام اعتصاب میکنیم، خواسته دانشجومون رو میگیم. گفت که نه باید به هم برسید، همین الان باید به هم برسه. گفتم برای چی ما باید اعتصاب کنیم؟ گفت چرا گارد اومده تو دانشگاه؟ گفتم گارد تو دانشگاه باشه چه اشکالی داره؟ گفت اینجا محیط نظامی نیستش که، اینجا دانشگاه است. گفتم برای من تو و گارد فرق نمیکنید، تو هم داری با ما نظامی برخورد پیدا میکنی. اگر دانشجو احترام داره تو نباید با من خشن رفتار کنی، چرا باید برخلاف عقیده ما رفتار؟ ما دانشجو، من نمیگم اعتصاب نکنیم، من مخالف گاردم، ولی این نمیشه که تو بیا اینجا رو به هم بزنی با همون زور، چون زور داره، تعدادتون زیاده. خدای من به سر شد، سرش انداخت پای همه رفتند و ما امتحانو برگزار کردیم، کارمون تموم شد. یادمه که یه پسری بودش نوروزی بود، خیلی من اون دوستش داشتم، اونم مثلا طرفای چپ بود و اینا، تو انقلاب اینا از بین رفتن. این 2 نفر بودن، اینا میان رو مغز من کار میکردن، چون میدونستن اگه من متقاعد بشم مثلا به چپی، من مخالفتی نداشتم ولی علاقه هم نداشتم درگیری نباشم، یعنی باور نداشتم این راه درستیه. یادم که اینا دائم مخ منو میزدن.
آقا تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، این فلانه بهمانه، این استخر آلوده است، تو نمیتونی قسمتش رو تمیز کنی، نمیتونی توی مثلا کویر گل سرخ بکاری، عمل نمیاد فلان. هیچ صحنه رو تاریک میکردن و من ذاتاً آدم مثبتی بودم، یعنی باور نداشتم این محدودیت رو. یادم شب رفتم خونه، نشستم فکر کردم، گفتم که مثلا حاج آقا، مثل آقای کندوری همسایه، این آدم دزدیه، دیدم نه با مرد شریفی. گفتم پدرم دزد، دیدم نه، عمام دزد، دیدم نه. هر کی رو اطراف خودم نگاه کردم دیدم آدمای شریفی ان. استادم، رئیس دانشگاه، دانشکده، هر کی رو نگاه کردم آدم، گفتم این آدمای شر رو ببینی که میگه کیان که اینقدر داره تاریک میشه صحنه بر من. دیدم خیلی آدمای شریفی ان. خودم آدم سالمی ام. یادم این منتظر بود که من فردا بیام بهش جواب بدم. فردا اومدم و گفتم که، گفت چیه؟ میای جزو گروه ما؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم اولا که من انسانم، من گل سرخ تو بیابون بکنه خوش میشه، ولی من میتونم راه بیفتم برم اینجا دیگه. اینجا استخر کثیف نیست، من هر چی نگاه میکنم، من تو خودت دزدی. گفت نه. گفتم بابا دزد؟ گفت نه. گفتم منم پدر مادرم دزد نیست. گفتم دکتر فلان، استاد فلان اینا دزدن؟ گفت نه. گفتم خب چی دزدا کجا که اینقدر بزرگشون میکنید؟ بعد دید که نمیشه، گفت که نه تو اشتباه میکنی. گفتم به یه چیزی بهت بگم، همین الان سرمون پنجره بکنیم بریم بیرون، به یکی از مقامات فوش بدیم، بگو چه اتفاق رخ میده. گفت میان میگیرنمون. گفتم چرا ما رو میگیرن؟ گفت بلکه مخالفت کردیم. گفتم پس من اثر دارم، من اثر دارم، وقتی من یه رأی دارم که اون رأی من اثرگذاره. خب تو چرا به من میگی من هیچ کاری نمیتونم بکنم؟ من در حد خودم میتونم کار کنم و در حد خودم کار کردم. مجله درست کردیم، انتقاد میکردیم، حرف میزدیم، صحبت میکردیم، ولی مخرب نبودیم. من دانشجو بودم، همسر اولم یه بانوی بسیار زیبا، ورزشکار، من ازشون خیلی خوش آمد بود، خیلی هم ارتباط خوبی داشتیم. من یادمه که به پدرم گفتم که بابا من یه چیزی تو خیلی خوشم میاد. گفت چی؟ گفتم زود ازدواج کردی. گفت منظور؟ گفتم بیا الان ما فاصله سنیمون چقدر خوبه، با هم حرف میزنیم، همدیگه درک میکنیم. گفت خب. گفتم که خب منم فکر کردم که ازدواج کنم. گفت بابا زمان ما زن خوبی که زودی گرفتیمش، الان درس تا بخون. اون عقیدهش اینه که ما درس بخونیم، بریم دکترامون رو بگیریم، بریم مدارج عالی، ولی ما هم دیگه زده بود مغزمون هورمونا، منطق سرمون نمیشد. من یادمه که حتی به دعوا مرافع من صدام بلند کردم، گفتم من اینو میخوام شما موافقت موافق نکن. و الان میفهمم که اشتباه کردم، نه در مورد انتخاب اون بانو، زمانی که بوده من به بلوغ روانی کامل نرسیدم، یعنی انگیزه های هورمونی بیشتر نقش داشته، قد و بالا و زیبایی و احساس اهمیتی که به من میدادن. ما ازدواج کردیم، بعدم به اتفاق رفتیم دانشجوی فوق لیسانس شدیم. در همون فوق لیسانس هم خدا عمر آقای دکتر هایس جوادی رو زیاد کنه، خیلی مرد با مرام بود. من دانشجو بودم، چیزی نداشتم که باشگاه دانشگاه رو با تخفیف برای ما گرفت و ما اونجا برگزار کردیم عروسیمون رو و ازدواج کردیم با هم. خیلی هم خوب بود، ولی عرض میکنم خدمتتون تجربه زندگی چیز دیگری است. و یه دخترم خدا به ما داد، البته ما هم بیکار نبودیم، ما هم کمک کردیم به خدا در این زمینه، به نام آنایتا. وقتی که به دنیا آمد من یادم مثلا زندگی من عوض شد، چقدر دوستش داشتم، چقدر خوشحال شدم. و الانم برای خودش خانم وزینی است، داره حقوق میخونه در بریتیش کلمبیا با نمرات خیلی خوب، خیلی خوب. تنها اعتراض من به ایشونه که چرا ازدواج نکرده، ما یه بچه نوه‌ای چیز داشته باشیم. و یادمه که بعد از 13 سال ما از هم جدا شدیم. هر کی از من پرسید اشکال خانمت چی بود، من واقعا اشکالی پیدا نمی‌کردم، جز اینکه این سیستم کار نمیکنه. یعنی من بلد نیستم ارتباط برقرار کنم. به همون دلیل گفتم من هیچ وقت خواهر نداشتم،
یا اگه دخترای تو فامیلمون بود همیشه من میشدیم از رفت آمد و صحبت با اونا. تجربه من کم بود و ناموفق بود این ازدواجمون. البته در مورد بچه موفق بود و ما بسیار جدا شدیم از هم دیگه. بعد از 1 سال من با همسر دوم ازدواج کردم که ایشون هم خدا رحمتش کنه مبتلا به سرطان پستان شد. در ونکوور بودیم. بعد از فکر کنم 12-13 سال مقاومت، بعد از 7-8 سال مقاومت دیگه درگذشت که همسر خوب بودن. از ایشون من 2 تا دختر دارم، رومینا معظمی و شادی معظمی که شادی الان با من، رومینام که جوانترین مدیر رستوران در کانادا است. از اولم به غذا و این چیزا خیلی علاقه داشت و خداوند به ما یاری کرد و من بعد از 5 سال بعد از درگذشت همسر درگذشتم با خانم آشنا شدم که به اصطلاح میگم واقعا لطف خداست. بسیار بانوی مهربان، مؤدب، تحصیل کرده. ایشون هم دل به دریا زد و به ما جواب بله داد. خدا ان شاءالله که عمرشو زیاد کنه، امیدوارم راضی بشه از من. چون خیلی از بیرون منو نگاه میکنن، پیش خودشون ممکنه فکر کنن که این چه مرد مثلا جذابیه، چقدر مرد خوشتیپیه، چقدر مثلا وضع مالیش خوبه، چقدر مثلا معروفه، چقدر این مثلا دوست داشتنیه. ولی من خودم میدونم که زیاد نزدیک شدن به من چقدر برای دیگران اذیت کننده است. چون من بدونی که بخوام اذیت میکنم، بدونی که بخوام، طرز نگاهم، رفتارهام، سوالاتی که از خودم میکنم، این انتظاراتی که از دیگران دارم. البته من رفتم پیش مشاور و ایشون خیلی به من کمک کرد که من یه زن رو بشناسم، دنیای اون رو درک بکنم و از اون پس من دیگه زندگیم شکل خیلی خوبی گرفته. الان خیلی خوشحالم. همسر من بارداره، منتظر یک پسر هستیم. بعد از 3 تا دختر منتظر یک پسر هستیم که جنسمون جور میشه ولی باور کنید اصلا برای من فرق نمیکنه دختر پسر. اصلا فرق. من این دخترها که دارم مثل پروانه دور من میاد. یه بارم رفتیم پیش مشاور، گفت شما خانومت چجوری؟ گفتم این خانوم مثل پروانه داره تو اتاق میچرخه، منتظر من دست از سر کچلش بردارم بره بیرون از دست من راحت شه. میگم پروانه یادم میفته. ولی الان رابطه خیلی خوبی داریم الحمدلله، خدا رو شکر. و من فکر میکنم به نوعی دارم پاداش رفتار نیکمو میگیرم. یعنی مهربونی که داشتم با خودم، با دیگران، با محیط، با انسان‌ها، خداوند یه پاداشی به من داده که الان مواظب من است و خدا رو شکر. ولی ببینید من یادمه از بچگی من چند تا چیز خیلی الان تو ذهنم روشنه. یکی که من خیلی دوست داشتم بیاموزم، فوق‌العاده کنجکاو بودم، به حدی که هم شامل مسئله انگلیسی میشم میگه curiosity killed the cat. این کنجکاوی گربه رو به کشتن میده. یعنی من در این حد کنجکاو بودم، همیشه میخواستم بدونم. اگه به شما بگم من در سن شاید 4-5 سالگی داییم کتاب بینوایان رو برای من خوند. کتاب بینوایان، سیندرلا، تمام اینو برام میخوند و من یادمه میرفتم مجلات رو میخریدم میدادم به بزرگترها که بر من بخونند. پول تو جیبم که برام اینو بخرم اونو بخرم، میدادم مجله. از عکس مجله خوشم میاد، به اون موقع اطلاعات کودکان بود. بعد کیهان بچه‌ها اومد، من اینا رو میدادم اینا برام بخونن. و این شدت خواستن و یادگیری هنوزم تو وجود منم بیقرار میکنه. بعضی موقع میگم ببین بس دیگه یه خود آروم باش. ولی بیاتا به خودم میام دارم نجوم میخونم، دارم مثلا ریاضی میخونم، دارم کوانتوم فیزیک میخونم، دارم پزشکی میخونم، هر چی که دوست دارم بخونم. مثلا حد و مرز. من قبل از انقلاب 3 تا 5 تا رساله رو بر بودم. می‌خواستم ببینم این چی میگه، ایشون چی میگه، اون چی میگه. مقلد یک نفر نبودم. می‌خواستم اینا رو بدونم چیه. و یادم یکی از شب‌های امتحانم کتاب دکتر علی مرشد رو 2 جلد بود. 2 جلد در 2 شب راجع به جراحی مغز.
من همه اینا رو خوندم. یعنی مثلا کنجکاو میشن میخوندم، یادم نمیاد کجاست اینا. اون کنجکاوی یه بیقراری در من ایجاد میکرد که اون بیقراری میتونست به دیگران منتقل بشه. در مورد استرس و اینا، وقتی من همسرم دچار سرطان شد، رفتم توی اینترنت سرچ کردم. موقع تازه اینترنت اومده بود. سرچ کردم، یادمه که امریکن کانسر سوسایتی رفتم، مقالاتشو پیدا کردم، دانلود کردم، ترجمه کردم، سرطان از چی به وجود میاد فلان. خیلی کمکم کرد و من از اون بعد نذر کردم به کسایی که بیمار سرطانی هستن این تجربه رو منتقل کنم. اون چیزی که در اون زمان شما میگید به من این چیزو میداد، این آرامشو میداد. ببینید من در استرس بودم، ولی گفتم دکتر مجتهدی به ما مسئولیت پذیری یاد میداد. گفتم پدر بزرگ مادر بزرگ میگن وقتی کاری قبول میکنید درست انجامش بده، هر چقدر بلدی انجام. اگه بلد نیستی، پدرم میگه کاری بلد نیستی بگو بلد نیستم. اگه بلدی حتما برو جلو اون کارو بگیر. به همونقدر زشته کاری که بلدی انجام بدی نکنی که بلد نیستی رو قبول کنی، پوز بدی. و وقتی من یه مسئولیتی رو قبول میکردم، یادمه اصلا یادم میرفت کجا تا اون تمام بشه. و همیشه یادم بچه بودم خانمای خونه و همسایه اینا میگم محمود بیا، محمود بیا. من کوچولو بودم، بله. میگم این هر چی بگه درسته. ببین محمود جون این میگه، اینی میگه. منو در مقام قضاوت قرار میدن و دستشون درد نکنه، چون ذهن من عادت میگه تمام دیدگاه رو بشنوه، بعد اون که تجربه اون که میخواد بگه. و من یادمه که همیشه تشکر میکردم از اینکه من رأی خوب میدم. یکی از دلایلش بود که من هیچ وقت فکر نمی‌کردم مادرم باید بهش رأی بدم. یعنی مثلا در سرم قوم و قبیله و خانواده و اینا در قضاوت و اینا هیچ نقشی نداره. یعنی میذارم کنار، فکرام میکنم بعد نظرام میدم. و عین مادرم هستم در این مورد، عین پدرم هستم. این به من یه تفکر منطقی و ریاضی یاد داده. من وقتی در شرایط گیر میکنم میتونم من دستپاچه بشم، هیجانی بشم، شلوغ کنم، شرایط دستم در بره. وقتی من یه همایش برگزار کردم 400-500 نفر اومدن پول دادن، خب بله من حق دارم بگم که همین الان زنم رفته اورژانس. خب این زن که الان میره اورژانس، من باید برم تو اورژانس بشینم دیگه. من کار اینا رو راه بندازم، تعهدم به اینا انجام بدم، بعد بلندشم برم. که هم کارم کردم. یادتون هم شما بودید اون موقع تو سالن معلم بود فکر کنم. بعد رفتم. بعدم که رفتم دیگه استرس اینو عزیزانم نداشتم. اینا به من اعتماد کردن. من تو دیدگاه خودم میگم اینا رو خدا فرستاده، من باید به اینا خدمت کنم، این باید دست پر این سالن بره بیرون. خب آره قبول میکنه که من یه حالت کیس اضطراری برام پیش اومده، ولی چه جوری جوابش رو ندادم که یه کار قبول که انجام ندادم. کار انجام میدم بعد میرم. وقتی که در تهران بودم برنامه داشتم که مثلا شنبهش پرواز کنم برم ونکوور. بعد که گفتن حالشون بده و من همه اون حالات قشنگ برام یادمه چه تحول در من رخ داد. در اون لحظه که ایشون درگذشت اینجا چه اتفاق من حس کردم، ارتباط برقرار بود. و پیش خودم فکر کردم خدای من چیکار کنم. گفت که این مسئولیت قبول کردی، یه روز مونده، اینا ناکارشون نذار، انجام بده، برو، بعد برو. یادم خیلی ها منو چیز کردن، نفی کردن، تو چه مردی هستی، احساس نداری، فلان نداری. ولی من هر کاری که دستم برمیومده کردم و تظاهری ندارم به کسی چیزی رو اثبات کنم، تظاهری ندارم.